السلام علیکم دوستان عزیز، به اولین ویدیو این کانال خوش آمدید. من رامین نورزی هستم، مسئول در کشور چین. در این کانال قصد دارم تا مطالبی در مورد سورسینگ و خرید کالا از چین منتشر کنم تا در این زمینه بیشتر آشنا شوید. پس بریم برای دانستن اولین موضوع. اولین و مهمترین موضوع دانستن زنجیره تامین است که باید بدانیم زنجیره تامین یعنی چه. زنجیره تامین مجموعی از فرآیندها و فعالیت‌هایی است که از تهیه مواد اولیه، تولید، انبارداری، حمل و نقل و رسیدن کالا به دست مشتری نهایی و مصرف آن را در بر می‌گیرد و این جریان را زنجیره تامین می‌گویند. به طور مثال یک کارخانه که می‌خواهد لباس تولید کند، اول مواد اولیه خود را آماده می‌کند، بعداً تولید می‌کند، بعداً در انبار خود نگه می‌دارد و بعداً به مشتری می‌فروشد و مشتریان را به هزینه حمل و نقل پرداخت می‌کند، به کشور مقصد می‌فرستد و در آنجا مشتری نهایی آن را مصرف می‌کند. این فرآیند و فعالیت‌ها را به نام زنجیره تامین می‌گویند. موضوع بعدی سورسینگ است که باید بدانیم سورسینگ یعنی چه. سورسینگ یا منبع‌یابی فرآیندی است که در آن به جستجو، ارزیابی و انتخاب بهترین تامین کننده برای تهیه کالا یا خدمات مورد نیاز است که این اولین قدم در زمینه ایجاد یک زنجیره تامین موفق است. مثلا مغازه‌داری که یک جنس را همیشه از عمده فروشی شهر خود خریداری می کند، این بار تصمیم می گیرد که این جنس را مستقیم از چین خرید کند. عکس و مشخصات آن جنس را میفرستد برای نماینده خود در چین و این نماینده سورسینگ در چین بهترین تامین کننده ها و عمده فروشی های این جنس را پیدا می کند و بهترین کمپانی ها و فابریکه هایی که این جنس را تولید می کند پیدا می کند و این پروسه شامل ارزیابی قیمت، نمونه گیری و ارزیابی کیفیت است تا بهترین انتخاب را در اختیار این مغازه‌دار قرار بدهد. حالا سوال اینجاست که نقش سورسینگ و خرید در زنجیره تامین چیست؟ در واقع سورسینگ نقطه شروع مرحله خرید است. وقتی شما شناسایی تامین کننده یا فابریکه را به اتمام رساندید، مرحله بعدی خرید شروع می شود که خرید شامل سفارش دادن، مذاکره و بستن قرارداد است که این دو فرایند سورسینگ و خرید دست به دست هم داده و برای شما کالایی را تامین می کند که مقرون به صرفه و کیفیت مناسب دارد و این یکی از مهمترین تاثیرات سورسینگ و خرید در زنجیره تامین است. امیدوارم این توضیحات ابتدایی برای شما مفید بوده باشد و درک بهتری از مفاهیم سورسینگ و زنجیره تامین پیدا کنید. در ویدیوهای آینده قصد دارم به جزئیات و نکات بیشتری در این زمینه بپردازم. تا ویدیوی بعدی، الله یار و نگهدار شما.